سردختور دولتی سانیتاری ولایت سوخت با صدور یک قرار فروش چند نوع محصولات را با نظرداشت مولت نابودشوی آن در قلمرو ولایت منع کرده است. بنا به گزارش از پلیوس، در قرار تخمینه عثمانова سردختور دولتی سانیتاری ولایت سوخت که میانه ماه مای امضا شده است گفته می شود از 17 مای تا 1 سپتامبر سال 2023 فروش محصولات زود ویران شونده به مانند سیخ کباب قیمگی، محصولات قنادی کریمدار، آبهای تشنشکن خودساخت و کنسرو خانگی منع کرده شود. مجنون عارفوف معاون سردختور دولتی سانیتاری ولایت سوخت در شرح این قرار گفت که مقصد اساسی آن پیشگیری بیماری‌های شدید معده و روده و زهرالشوی می باشد. در متن قرار تاکید می شود که آن برای اجرا به بازارهای شهر و نواحی ولایت، مؤسسه‌های خوراک عموم، سودا، صنعت، اینچنین سیخ‌های قنادی فرستاده شده از مسئولین ملیت ولایت سوخت و دادستانی ولایت نظارت اجرای آن درخواست شده است.